خب سلام. اه، اومدیم با آموزش دوم که میخوایم یه خورده تو همون فیگورمون حرکت ببریم. اوکی، مثلا یکم کمرش رو بالا پایین کنیم و حالا اگر لازمه پاشم یکم تکون بدیم. اوکی. خب اینو بهتون بگم که تا وقتی هنوز ماهر نشدین، دستتون راه نیافتاده، قبل از اینکه فیگور اسکچتون رو بکشین، خب باید قبلش تصمیم بگیرین که مثلا مانکنتون چه حالتی میخواد داشته باشه. میخواد دست به کمر باشه، کمرش کج باشه، مثلا پاهاش از هم فاصله داشته باشه. یه خورده مثلا سعی کنید قبلش یه پس زمینی تو ذهنتون داشته باشه که میخواد چه شکلی باشه. این برای اوایل کارتون، تا اینکه بعداً که دستتون راه افتاد دیگه اصلا به صورت چشمی یا حتی به صورت ذهنی اصلا شکل و حرکت مانکن خودش میاد رو کاغذ براتون. اوکی، با دنبال کردن حرکات دستتون. اوکی، خب بریم شروع کنیم. همونطور که قرار بود ما قراره 2 زوزنقه داشته باشیم. زوزنقه دوم رو میخوام یکم کجش کنم. اوکی، خب طبیعتاً اون طرف از کمر که بالا هست پا صافه، پا راست قامته. خب چون میشه اصلا پا تکیهگاه کمر دیگه. اوکی، از این بعد دقت کنید به آدما وقتی اینجوری وای میسن. وقتی دقت کنید میبینید که دقیقاً اون قسمت از کمر و لگنش که بالاه، اون قسمت که کج شده پاش صافه. خب الان این قسمتمون، این سمت کمرمون کج شده، پس همین پامون، پای سمت چپمون چیزه، صافه. سمت چپ ما که میشه سمت راست این بنده خدا. میخوام اینو یکم با فاصله کنم. اوکی، و میخوام اینجا دستش به کمرش باشه و اینجا دست آزاد باشه. اینجا هم که فعلا یه بیضه ساده طور میکشیم. خب و حالا بچه ها بعدا بریم جلوتر. اگر که توی چیز مشکل داشتین، مثلا دقیق سینه رو کجا بذاریم و نمیدونم دقیق خط بازو چقدر باشه، ساق چقدر باشه، که اینا رو البته خودتون قبلا یاد گرفتین به صورت چشمی دیگه میتونین انجام بدین. ولی اگه بازم سوالی بود جلوتر که بریم، حالا ویدیو براش پر میکنم به صورت جزئی، من بهتون چیز میکنم، یاد میدم. بچه ها یه نکته فقط در مورد این خط ساق من بگم. چرا من نمیام خطا رو صاف بکشم؟ خب مثلا میتونستم این خط رو اینجوری صاف بکشم، اینم میتونستم صاف بکشم، ولی اگه دقت کنید از تو یه خورده منحنیه. خب یعنی منحنی به طرف داخل، چون واقعا استخون بچه وقتی استخون ساق پا رو ببینید همین هست. بچه این فیگور اسکچای خامی که ما میکشیم در واقع بر اساس مبنای اون استخونای اصلی اسکلت بدن ساخته شده. اوکی، یعنی اسکلتی که مثلا بدنی که فقط اسکلتش رو ما داریم میبینیم، هیچ گوشت و پوست و هیچ چیز دیگه‌ای نمیبینیم ازش. اوکی، فقط استخون لگن رو میبینیم، مثلا دنده و سینه و اینا رو میبینیم و این مفاصل و این استخون ران و چه میدونم ساق و بازو اینا که وصل شده. اوکی، استخون‌های پا یکم به سمت در واقع یکم اینجوری هستن، به سمت داخل. خب حتی اگر ممکنه استخون ران پا یکم صافتر باشه ولی ساق پا قطعا اینجوریه. خب به خاطر همین ببین الان تو اینم نگاه بکنید، این ساق پا میبینید این قسمت تو رفته، این قسمت یکم بیرون اومده، خیلی نه ها، در حد ملایم. اوکی، در حد ملایم این کار رو بکنید. من بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو بکنید. خیلی اسکچتون حرفه‌ای تر میشه. میتونید نکنید ولی اینجوری اسکچتون خیلی حرفه‌ای تر میشه. دقیقاً همونجوری که تو برندهای خارجی اسکچ میزنن یا همونجوری که فشن دیزاینرهای خارجی اسکچ میزنن همونجوری میشه. خب حالا میرم سراغ
حالا ما حالتهای یکم استوانه نیاز داریم. خیلی هم سعی نکنیم که مثلا استوانه‌ایش کنیم دیگه، در حد چی بهت بگم، اونجوری نه، چون اونجوری میشه شبیه دقیقا همون، انگار که دوباره شما دارین طراحی میکنین. میبینین چی میگم؟ اونجوری هم نه. پارم که دقیقا همون جور که بهتون یاد دادم. اوکی. و اینو که مدادم یکم زخیم شده، ولی این شد اسکچ ما. این خطا رو خودتون میتونین توش بذارین. من خوشم میاد، من هر چقدر کار خطی بیشتر باشه من بیشتر خوشم میاد. میتونیدم نذارید. اوکی. مثلا این یه نمونه حرکتی بود که بهش دادیم دیگه. یه حرکت دیگه مثلا حالت کتواک داشته باشه، اونم انجام بدیم، بکشیم. خب برای کتواک خط شونمونم باید یکم کج بشه و اینکه بچه یه نکته برای کتواک توی این فیگورا بهتون میگم. اگه دقت کردین من پا رو صاف نیاوردم. یادتونه میگفتم الان تو این حرکت قبلی من بهتون گفتم که اون قسمتی که کمر میره بالا خب پا صاف میاد، اما واسه وقتی که طرف مثلا وایستاده یه پوزی رو گرفته، ولی وقتی طرف داره راه میره خب یکی از پاها به خصوص وقتی داره کتواک میره، خب یعنی قشنگ به صورت فشن داره راه میره، یعنی همینجور عادی شلوول و نمیدونم دیدی هر کی هر جور دوست داره راه میره، اونجوری نیستش. وقتی داره کتواک میره یکی از پاها باید جلوی اون یکی پا قرار بگیره. اوکی؟ به خاطر همینم من میام دقیقاً این پا رو، کل پا رو یکم میارم سمت داخل، میارم فرض کن اگه سمت خط مرکزی که قرار بود داشته باشیم. اوکی. و وقتی به اینجا رسیدم دیگه نمیام این قسمت خود پا از مچ از کف پا تا پنجره که قرار داشته باشیم نمیام امتداد اون خط برم، میام صافش میکنم بر اساس این کاغذی که دارم، بر اساس این زاویه دیدی که دارم. خب اینجوریه، نمیام اینجوری بکشم، میام اینجوری میکشم. خب چرا اینجوری میکشم؟ چون حرفه‌ای تر میشه، فقط همین. چون که معلوم میشه داره راه میره. اگه اونجوری بکشید در آخر که اسکچتون در بیاد اصلا معلوم نیست این داره کتواک میره، یا اصلا معلوم نیست این پاهاشو زبدری گذاشته یا اصلا چه وضعی. اوکی؟ خب حالا و یه نکته دیگه هم راجع به دستا بگم تو کتواک. بچه‌ها اون قسمت کمر که صاف، الان این قسمت رفته بود بالا دیگه واسه ما. خب قسمت مخالفش دست باید فاصله بیشتری داشته باشه. از این بعد که فشن شو میبینید دقت بکنید که وقتی راه میرن مثلا دست و پای مخالف آدم در جهت همدیگه موازی قرار میگیرن. اوکی؟ این دست قراره با این پا موازی باشه. خب به جای اینکه بیام بچسبونمش اینجا، میام یکم بهش فاصله میدم که حرکت توش معلوم باشه. اوکی؟ انگار دستش واقعا داره تاپ میخوره وقتی داره راه میره. این دستش هم حالا برای اینکه طبیعی تر بشه میام میبرم میفته پشت لگنش. اوکی؟ میفته پشت لگنش. اگه ببینید قشنگ این معلومه که داره راه میره، این دستش داره تاپ میخوره و این دستش رفته پشت کمرش، پشت پهلوش، پشت لگنش. اوکی؟ خب حالا میام اینو شکل میدم بهش. خط سینه‌ش هم که طبیعتاً اینجا باشه، این خط شونه، خط کمر، واسم میتونم بیشترش کنم. آره اوکی. اینا رو هم بذارم براتون، میتونید نذارید دیگه، صرفاً با همون حالا من با نارنجی میرم بچه‌ها، شما با برای اوایل کار میتونید برای آموزش با رنگ دیگه برید، ولی با همون رنگ برید. من الان دارم به خاطر آموزش، به خاطر اینکه شما فرقش رو ببینید، با رنگ دیگه به شما آموزش میدم. اوکی let's go. بریم اول سراغ پایی که اومده جلو.
قاطی میکنیم و بعد اون دیگه پشتیه رو دیگه کارش نداریم، خیلی گیر بهش نمیدیم، وارد جزئیات بشیم چون اصلا دیده نمیشه. اوکی، و اینو یکم اینجا. اوکی، دستش اینم از اینم شد اسکچ ما که داره چی کتواک میره. بچه میبینین چقدر قشنگ حالت کتواک مشخص شده تو این فیگور اسکچی که ما کشیدیم. بس ببینم صافه تو تصویر الان صاف شد. ببین چقدر قشنگ پیداست. ببین خیلی من عاشق فشن اسکچ هستم، مثلا برای اینکه با همون خطای ساده ما میتونیم مثلا منظورمون رو خیلی راحت برسونیم. حالا برای اینکه لباس تن اینا هم بکنیم دقیقاً همینطوره بچه‌ها، فکر نکنیم که خیلی قرار پیچیده باشه. با همون خط و خطوط ساده قشنگ میتونیم مثلا مدل لباسی که مد نظرتون هست رو به مخاطب بفهمونین، برسونین. به علاوه این که باید بغلش چی؟ فلت اسکچ داشته باشین. اوکی، فلت اسکچ لباستون رو باید داشته باشین. اگر که قراره با یک تولید کننده مزون، برای برند شخصی، برای برند خودتون، برای اصلا هر چیزی اگه قرار باشه به عنوان طراح لباس تو بازار کار بکنید، حتما و ضروری هست که شما فلت اسکچ بلد باشین. فلت اسکچ نشون میده که شما در واقع چجوری الگو بندی کردید اون لباس رو، در واقع الگوی لباس چجوریه و به طور واضح میتونه نشون بده به مخاطب که لباس ما در واقع از چه بخش‌های متشکل شده و چجوری ساخته شده. خب اینم از آموزش امروز. خوشحال بودم باهاتون بودم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.